سلام. این روزها متاسفانه هیولای نامرئی کرونا در ایران بیداد میکنه و خانواده‌های بیشماری رو داغدار کرده. آمار تلفات کرونا بنا به گفته منابع رسمی در پیک پنجم از هر زمان دیگری در 2 سال گذشته بالاتره و به تازگی صحبت‌هایی از ظهور پیک ششم با یک سویه جدید ویروس کرونا به نام لامدا مطرح شده. این در حالی که در کشورهای دیگه دنیا همزمان با پایین اومدن آمار فوتی‌ها بحث بازگشایی و برداشتن محدودیت‌های کرونایی است. رستوران‌ها باز شده، ادارات، اماکن عمومی. حتی این هفته شاهد حضور گسترده تماشاچیان تو مسابقات پرمیر لیگ انگلیس بودیم. سوالی که اینجا مطرحه اینه که چرا وضعیت کشور ما اینطوری شده؟ خب تا 1 سال پیش هر وقت کسی حرفی میزد، مقامات نظام آخوندی از جمله روباه بنفش حرفشون این بود که همه کشورها دارن تلفات میدن، کاریش نمیشه کرد. بعد تازه بقیه دنبال تجربیات ما برای مقابله با کرونا هستند و اصلا ما خیلی خوبیم. من در این روزها که با بسیاری از سران کشورها در تماس تلفنی بودم، همه تشکر میکردن از اینکه ایران یک کار بسیار منسجم قوی برای مقابله با این ویروس انجام داده. حالا من نمیخوام اسم ببرم، بعضی از رهبران کشورها بودن که از من سوال میکردن که شما چجوری از فاصله اجتماعی به فاصله هوشمند آمدید؟ پیروزی ما در این مقطع پیروزی یک ملته. اینکه اون رؤسای جمهوری کشورهای دیگه روحانی رو دست انداختن یا سر کار گذاشتن ما نمیدونیم، ولی از اون روز تا الان بیش از 1 سال گذشته و امروز شاهد هستیم که تمام بیمارستان‌های کشور اوورلود شدن و نظام سلامت در آستانه فروپاشی است. آخه داستان چیه؟ چرا تو همه دنیا اوضاع به سمت روال عادیه ولی تو ایران عزاداریه؟ دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. بله، خامنه‌ای از روز 19 دی 1399 ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی رو ممنوع کرد و بلافاصله از فردای اون روز همه خبرنگارای رژیم متوجه شدن که واکسن فایزر عجب ماده خطرناکی بوده، ما خبر نداشتیم و تلویزیون آخوندی مأموریت پیدا کرد که فایزر رو به عنوان یک سم مهلک و خطرناک جا بندازه. اکثر مردم فرانسه از عواقب ثانویه واکسن‌های امریکایی وحشت دارند. این زن مرده. چندی پیش هم 2 سالمند در نروژ پس از دریافت واکسن کرونای شرکت آمریکایی فوت شدند. رسانه‌های صهیونیستی هم اعلام کردند یک اسرائیلی در پی تزریق واکسن کرونا دچار حمله قلبی شده و جان خود را از دست داده است. 1 نفر هم در سرزمین‌های اشغالی 2 ساعت پس از تزریق واکسن که رژیم صهیونیستی از آمریکا خریداری کرده دچار حمله قلبی شده و جان خود را از دست داد. در سرزمین‌های اشغالی هم صورت 13 نفر از دریافت کنندگان واکسن فایزر فلج شده است. تاکنون بیش از 100 نفر در جهان پس از دریافت واکسن آمریکایی به کام مرگ رفتند. هنوز از خاطره مردم ایران نرفته که در همون ایام مقامات سینه‌چاک ولایت در تایید این دستور جنایتکارانه خامنه‌ای به خط شدند تا با هر نوع رطب و یابس بافتن ممنوعیت ورود واکسن رو توجیه کنند. رهبری بسیار حکیمانه تحریم کردند و ممنوع کردند واکسن امریکایی و انگلیسی رو. فلسفه‌ش هم اینه که مردم ایران نباید آزمایشگاه واکسن امریکایی و واکسن انگلیسی بشن. در واقع سخنان حکیمانه رهبری صیانت کرد از جان مردم. بله، صیانت کرد، البته به سبک رئیسی. همونطور که سپاه با موشکاش از هواپیمای اوکراینی صیانت کرد یا توی قیام آبان در خیابان سپاه از مردم صیانت کرد و صیانت از زندانیان سیاسی در سال 67 هم که دیگه حرفه خود رئیسیه. پدر و دلسوز یک خانواده حق دارد که منع کنه مسئولین کشور رو از چیزی که در رابطش باش تشکیک ایجاد شده. پدر خانواده؟ کدوم پدر بیرحمی وقتی بچهش مریض میشه میگه نباید به این دارو داد و بهش واکسن داد؟ این که پدر خانواده نیست، این قاتل خانواده است. حالا اون زمان از یه طرف واکسن خارجی رو خطرناک جلوه دادن که سکته میکنی، صورتت فلج میشه، کمرت میگیره، فلان و فلان. از اون طرف تا دلتون بخواد
برای واکسن داخلیشون تبلیغ کردند و وعده ها دادند. من فکر میکنم دیگه الان وقت اینه که ما به آمریکایی ها بگیم که ما بهتون واکسن میدیم، اگر کمبودی دارید ما حاضریم کمکتون کنیم. آخه آقای هاردوپورت، تو فرق بین قرص و کپسول رو نمیدونی. برو مستعان تو را بنداز. اعلان شد واکسن داخلی، دیروز پیروز اعلام شد، به من هم کتباً گزارش دادن و واکسن رو به وجود آوردن. ما شدیم جزو 5-6 تا کشوری در دنیا که میتوانند واکسن کرونا رو تولید کنن و زیرساخت‌های خوبی هم داره. به من گفتن که میتوانند، گمانم حدود 50 میلیون 30 میلیون اینجور چیزی، حالا الان یادم نیست، واکسن تولید کنن. و نتیجه این سیاست و این وعده های دروغین شده همین که الان میبینید. شمار جان باختگان در شبانه روز گذشته به 583 نفر، 620 نفر فوت کردند. 655 نفر از بیماران کرونایی جان باختند. 625 نفر فوت کردند. 684 نفر فوت کردند. پس وضعیت امروز نتیجه اون تصمیمی است که خامنه‌ای 8 ماه پیش گرفت. تصمیم خودشه ها، شخص خود خامنه‌ای، نه دولت یا حتی مجلس و چیز دیگه. شخص ولی فقیه این تصمیم رو گرفت. اونم نه اینکه مثلا بگی از دستش در رفت یا مثلا یه فتوایی بوده و غیر رسمی و غیر علنی، نه، با صدا و تصویر خودش جلوی دوربین روش تاکید میکنه. دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. اگر کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خب خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن. اون روزها که خامنه‌ای با این خنده های شیطانیش از کشته شدن مردم جهان لذت میبرد، هرگز فکر نمیکرد که یک روزی این جملات بلای جونش بشه و نفرین عالمی رو برای خودش بخره. خامنه‌ای ابله، تا کی ما مردم ایران باید چوب حماقت ها و ندانم کاری های تو رو بخوریم؟ چرا باز اومدی تو کاری که تخصص نداشتی دخالت کردی و گفتی ویروس کرونا مسئله مهمی نیست و با دعا و توسلات به عمه از بین میره و ورود واکسن کرونا را به ایران ممنوع کردی؟ مردم ایران، هرچی لعن و نفرین داری بر بیت رهبری و خامنه‌ای بفرستید که سرچشمه تمام بدبختی هاست. حالا که این روزها بعد از 8 ماه اون تصمیم خامنه‌ای به سونامی کرونا منجر شده و امواج خشم و نفرت ناشی از اون داره به خود خامنه‌ای برمیگرده، صدا و سیمای آخوندی به دست و پا افتاده تا یه جوری خامنه‌ای رو از زیر این امواج لعن و نفرین در ببره. درسته آقای دکتر، الان به هر صورت ما تلفاتمون متاسفانه بالاست. برخی‌ها اینطور دارن استدلال میکنن که ما اگر که روز اولی که مثلا واکسن آمریکایی و واکسن مثلا انگلیسی اومد ما میرفتیم جزو وارد کننده هاش میشدیم، الان این وضعیت رو نداشتیم و مستقیم ارتباطش میدن با اون دستور رهبر معظم انقلاب بر ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی. این ارتباط منطقی درستیه؟ واقعا دلیل ممنوعیت واردات برخی واکسن‌های خارجی چی بود؟ دی ماه 1399 به مناسبت 19 دی سال روز قیام تاریخی مردم قم، رهبر انقلاب سخنرانی تلویزیونی دارند. اینجا رهبری به صراحت اعلام می‌کنند که خرید واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع است، اما بلافاصله تاکید می‌کنند که واکسن مطمئن باید از کشورهای دیگر تأمین شود. بله، از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنن، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره. اشکالی نداره؟ مگه قرار بود اشکالم داشته باشه؟ بعد واکسن مطمئن از کجا پیدا کنن؟ واکسن‌های مطمئن همونایی بود که ممنوع کردی. در اون تاریخ یعنی 19 دی 99 که میشه 8 ژانویه 2021 فقط واکسن‌های فایزر و مدرنای آمریکا و آسترازنکای انگلیس توسط سازمان بهداشت جهانی تایید شده بودند. اگر اینا مطمئن نیست، پس کوف و برکت شما مطمئنه که هیچ کس به جز خودتون تاییدش نکرده؟ اما موضوع واکسن آمریکایی و انگلیسی چیست؟ سال گذشته در روزهایی که جهان تشنه واکسن کرونا بود، آمریکا و انگلیس اعلام کردند که به واکسن کرونا دست یافتند. اما 1 ماهی نگذشت که تزریق واکسن آمریکایی در برخی کشورها متوقف شد. علت ایجاد لختگی زیاد خون و مرگ ناگهانی بیماران کرونایی بود.
استفاده اورژانسی واکسن ریسک را بالا برده. مرگ پزشکان در آمریکا و این تصاویر پس از تزریق واکسن همچنین مرگ شهروندانی در پرتغال، نروژ، فرانسه و بلژیک و ایجاد حساسیت‌های شدید آنافیلاکسی موجب شد که بر روی این واکسن‌ها تحقیق بیشتری شود. یه جوری از واکسن فایزر شیطان سازی میکنه که انگار از خود کرونا خطرناکتره. بابا همین واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی که این میگه داروهای مرگ آفرین هستن و اون ولی فقیهشون میگفت اگر واکسنشون خوبه چرا خودشون نمیزنن، دقیقاً از همون 8 ماه پیش که ولی فقیه گفت اون واکسن ها ممنوعه، همه کشورهای دنیا رفتن دنبالش که با همونها ملتشون رو واکسینه کنن. الحمدلله الانم که اطلاعات واکسیناسیون همه کشورها تو 100 تا سایت داره منتشر میشه. نگاه کن، دقیقاً از همون 8 ماه پیش یعنی ژانویه 2021 همه کشورها شروع کردن به واکسیناسیون. در همون 3 ماه اول آمریکا با فایزر و مدرنا نزدیک 200 میلیون واکسن زده. مرگ دکتر و لخته خون و صورتش کج شده، این چرندیات چیه داره میبافی؟ انگلیس نزدیک 50 میلیون، کانادا نزدیک 10 میلیون، ولی تو ایران نزدیک 0. بعد نه اینکه واکسن نداشتید و تحریم بودید، بابا شما واکسن فایزر داشتید، همون اول کار برگردوندید. نوشته نیا با اشاره به فرمایشات امروز رهبرتون ورود 150,000 دوز واکسن فایزر از آمریکا منتفی شد. مقام معظم رهبری فرمودن که ورود این واکسن ها ممنوعه. بلافاصله جمعیت هلال احمر هم دیروز در بیانیه رسمی اعلام کرد که واکسن فایزر وارد ایران نخواهد شد. حالا نتیجه واکسیناسیون تو کشورهای دیگر نگاه کنید. یه نمونه کانادا بعد از 8 ماه 73% جمعیتش رو واکسینه کرده. از اون طرف 8 ماه پیش توی پیک تلفات کرونا بود، ولی بعد از 8 ماه تلفاتش رسیده به روزی 4 نفر. عین همین ماجرا تو همه کشور دیگه هم اتفاق افتاده که 8 ماه پیش توی پیک تلفات کرونا بودن، ولی بعد از 8 ماه واکسیناسیون به نقطه‌ای رسیدن که لاکداون ها رو جمع کردن. مثلا این نمودار تلفات آمریکاست که بعد از 8 ماه واکسیناسیون از کجا به کجا رسیده. انگلیس همینطور از نقطه شروع واکسیناسیون تا الان. اسرائیل همچنین از 8 ماه پیش تا الان. فرانسه از ژانویه 2021 تا الان. ولی ایران از نقطه‌ای که خامنه‌ای واکسن رو ممنوع کرد تا الان. پیک 4، بعدم پیک 5 با آمار رسمی تلفات روزی بالای 700 نفر. در صورتی که در واکسیناسیون اگر هر چه زودتر شروع می‌کردید میشد در ابعاد کلان جلوی شیوع و گسترش ویروس رو گرفت. ولی شما تا فروردین هنوز هیچ واکسنی از خارج وارد نکرده بودید. همینه. یعنی ما باید تا مجوز غذا و دارو نباشه وارداتی نداریم، کما که تا فروردین که ما مجوزی نداشتیم یک واکسن هم وارد نکرد. همه تو دنیا الگو میشن، شما درس عبرت. وارد کردن واکسن رو معطل چی کردید؟ توهمی به اسم تولید واکسن داخلی. شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس پشت خط تلفنی ما هستن. آقا فقط بله یا خیر این چند تا رو از سرنوشت 7 واکسن ایرانی کامل مطلعید شما؟ بله. آیا ما به هوای اینکه در داخل واکسن تولید کنیم در خرید واکسن خارجی تأخیر داشتیم؟ بله. ما مگه خودمون 2 سال پیش نمیدونستیم که زیرساخت تولید واکسن نداریم و این بیماری شوخی نیست تازه ما بخوایم بشینیم براش واکسن تولید بکنیم؟ آیا از آزمون‌ها درست در بیاد این واکسن سرافراز در بیاد یا نه؟ بعد تازه اصلا سرافراز هم در اومد. خط تولید مگه ما داریم می‌خوایم تولید کنیم؟ اینا رو که 2 سال پیش تا به اینجا میدونستیم. واقعا میدونستیم اینا رو خودمون. پس چرا اینقدر وعده و وعید دادیم به مردم؟ واکسن هم وارد نکردیم. بفرمایید روزانه چند نفر دارن میمیرن؟ سهلنگاری شد که این شکی نیست. همین سهلنگاری شد آقای دکتر. من کاری با شما ندارم. خب چقدر باید فرصت می‌داشتن؟ بالاخره اشتباه کردن. با سرابی به اسم واکسن داخلی 8 ماه وعده دادید، بعد آخرش سهلنگاری شد. بابا اونی که گفت واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوعه، نه سهلنگاری نه اشتباه، این جنایت مطلقه. آخه وقتی ملت دارن روزی 300 تا 400 تا کشته میشن، همه دنیا دارن میگن جوابش واکسنه، واکسنش هم درست شده، توسط ارگان‌های بین‌المللی تایید هم شده، کی میره تازه کلنگ بزنه از 0 واکسن درست کنه؟ 5-6 تا کشور واکسن تولید کردن که همه تقریبا زیرساخت‌ها رو داشتن.
ما از 27 آذر رفتیم از روی خاک کلنگ گذاریم 8 ماه پیش که باید در این مدت 15,000 متر مربع ساختمون می ساختیم. همزمان دانش فنیمون هم دیولپ می کردیم و توسعه می دادیم. یعنی متدولوژی تولید واکسن رو بایستی به دست خود این جوانای این مملکت و برجستگان متخصص این کشور بایستی تولید می کردیم. این تصمیم به همون اندازه مفید بود که آبدوخیار در درمان سینوس چرک کرده. آخه وقتی 6 تا کشور واکسن درست کردن، واکسنشون هم تایید شده، همه دارن همون واکسن ها رو وارد میکنن تا مردمشون رو نجات بدن، تو تازه رفتی کلنگ بدنی بعد افتخارم میکنی؟ مثل این میمونه که یکی گرسنه باشه بره بازار به جای اینکه نون بخره بخوره، گاوا هم بخره که تازه زمین رو شخم بزنه برای کاشت گندم. به من گفته شد و او این است که شما این واکسن رو که به حمدالله اینجور قوی و خوب و سریع و به موقع فراهم کردید، اسناد علمیش رو فراهم بکنید که دنیا ببینه اونها رو. فراهم نشه شما برای صادراتش مشکل خواهید داشت. آقای کلاش عظما، تو هنوز سرم نمیتونی درست کنی، بعد تو فکر صادرات چی هستی؟ مدت‌ها رئیس بخش سیل و تحقیقات ریوی انستیتو پاستور بودم. بله. حالا بنا به دلایلی اومدن گذاشتنم کنار. من یکی از فامیلامو که بستری شده بردمش بستری کنم، 4 نفرن، جا نبود، بردمشون بیمارستان گاندی برای تهیه سرم میدویدم. بله. خب این خیلی دردناکه که ما سرم رو نمیتونیم در انستیتو پاستور بسازیم، بعد در همون انستیتو میام ادعا میکنیم 6 تا واکسن ساختیم و صادر میکنیم. ببین همه کشورهای اروپایی از همون اول با همین واکسن های تایید شده که خامنه‌ای ورودشون رو ممنوع کرد مردمشون رو نجات دادن. تو این دیاگرام میشه دید که کشورهای اروپایی از چه واکسنی استفاده کردن. رنگ قرمز فایزر و رنگ آبی آسترازنکا. همه کشورها همین واکسن‌های معتبر رو استفاده کردن و الان استادیوم هاشون جمعیت قلقله است و خبری از کرونا نیست. همه این عوامل اجازه خرید واکسن را از آمریکا نمیداد تا از کشوری که در این مدت تنها 1% واکسن تولیدی خود را به کشورهای دیگر صادر کرده است، واکسن خریداری شود. همونطور که دیدید موضوع ممنوعیت واردات واکسن خارجی از جانب رهبری یک دروغ آشکار بود، اما جریان رسانه‌ای عملیات روانی خودش رو بر پایه تحریف و اخبار جعلی قرار داده تا روح و روان مردم رو در این شرایط سخت کرونایی پریشان و افکار عمومی رو خشمگین کنه. این روز وقاحت اگر کالبد داشت به این شکل رو زمین راه میرفت. بابا جلوی ورود واکسن معتبر رو گرفتی، 8 ماه ملت معطل واکسن بنجل داخلی کردی، صدها هزار نفر رو عزادار کردی، بعد میگی تقصیر آقا نبود؟ بعد فکر میکنی ملت نمیفهمن که خودتون و همه مقامات نظام رفتید واکسن جنس خوب از همون آمریکاییاش زدید ولی ملت رو دادید دم برق کرونا؟ بعد میگی رسانه ها میخوان افکار عمومی رو خشمگین کنن؟ خامنه‌ای نامحترم، مسئولین بی‌لیاقتش، من یکی از صدها هزار نفری هستم که مسبب قتل عزیزانشان شما بوده اید. پدر من از واکسن های تقلبی که شما و مسئولین بی‌لیاقتتان وارد کرد زد و به کرونا مبتلا شد و بدون هیچ درد جسمانی فوت کرد. شما با بی‌لیاقتی و ناکارآمدیتان مسبب قتل صدها هزار نفر و چه بسا بیشتر هستید. سوالی که از شما دارم این است: چرا یک نفر از شما و یا انگلزاده هایتان در این مصیبت زیر خاک نیستید؟ جواب سوال این هموطن رو خیلی پیشتر رئیس جمهور سابق این نظام داده بود. چند روز پیش ما گفتیم آقا مقامات کشور چی زدن؟ واکسن زدن. منتها نگفتیم که واکسن مال کجاست. معلوم شد که آقا چی زدن؟ آمریکایی. از امارات هم آوردن. آقا گفتید واکسن کجایی زدن؟ آمریکایی. معلوم شد جنس خوب زدن. پس اون عدو اطواره خامنه‌ای و رئیسی که ما واکسن کوو برکت میزنیم و دوز اول و دوز دوم، اینا چی بود پس؟ نیا کن تاریخ 17 مرداد 1400 رئیسی نخستین دوز واکسن ایرانی کرونا رو دریافت کرد. حالا برمیگردیم 3 ماه پیش روزهای ثبت نام انتخابات، یعنی که
وسط پیک چهارم، همون روزایی که 200 تا و 300 تا فوتی در روز اعلام می‌کردن. همین رئیسی با ماسک روی ریش داره توی محل ثبت نام وسط همه خبرنگارا و اینا میچرخه. توی مناظره هم که اصلا دیگه بله، همه بغل تو بغل وایستادن، خبری هم از ماسک نیست. بعد ما باور کنیم که اون موقع واکسن نزده بودن، تازه 2 هفته پیش اولین دوز کوف و برکت رو زده. والا ابلیس جلوی شما آخونده لنگ میندازه. پدر و دلسوز یک خانواده حق دارد که منع کنه مسئولین کشور رو از چیزی که در رابطش باش تشکیک ایجاد شده. پدر خانواده؟ بذار به همین زودی ها ملت یک پدری ازتون در بیارن تا تو تاریخ درس عبرت بشه. شب بخیر و خدا نگهدار.